بیا آقا بسته دیگه. ای بابا قطع نکن دیگه آهنگو دیگه. بابا تو قرار طبقه بالا رو به ما نشون بدی. طبقه بالا چی؟ خودت گفتی. آره گفتی همین. اون سری قول داد. بالا رو بمیده. میرقصیم بابا اشغال داریم میکنیم کجا بریم بالا؟ باشه بریم بابا این همه رقصیدی چه خبر بود؟ بریم بالا ببینیم چیه. نه نداره بریم دیگه همین خطرناک. حالا اب نره قول دادم بهشون ببرمشون آقا قول دادم من نمیتونم ببخشید بچه من جلوتر میرم چون میزبانم بلد نیست میرم. خب اینجا هم که طبقه دومه همونجوری که میبینید خیلی قدیمیه بافتش هنوزم قدیمیه. بعد ارزم بزرگ در واسهتون باز کنم. خب چراغش هم رمزیه اینجا رو میزنی بعد میری اینجا رو میزنی. بعد اینجا اتاق خواب خیلی قدیمیه همونجوری که میبینید خیلی آشفته هم هستش. اینم که پذیرایی طور بوده قبلا. آشپزخونه با مدرسه آشپزخونه‌ش چه باله با پایین فرق میکنه. این آشپزخونه‌شه. همین چرا اینجوریش قد به هم ریخت؟ از اون موقع که بابا بزرگ خدا بیامرز به رحمت خدا رفت دیگه فقط من میام سر میزنم دیگه در اصل فقط من. بچه رامتین کو؟ رامتین بیا بیرون. چی کاری؟ خیلی دیوونه ای. واقعا کرامتین. چه کاری؟ طبقه سوم خیلی بامزه تره. ششکی که دیوونه. برو جلو آقا اینم طبقه سوم دیگه تموم شد. یعنی چی تموم شد؟ تموم شد داداش هسته‌کاری مونده چی تموم شد؟ چیه؟ بابا بذار ببینیم چیه داداش یه دقیقه جان برو بذار بریم. آقا پای خود یه دقیقه وایس به چیزی دست نزنی. بابا چه حرف میزنی؟ چه خبره همین اینجا؟ اوف بابا چرا نیورده بودی؟ چقدر خوبه. بابا این همه چی قدیمی. او چمدون رو نگاه چی توش گنجمنجه به قرآن. وایس الان پیدا میکنم. اوف آخ ببین چی پیدا کردم. عروس آینده رو داشته باش. چی بالاخره پیداش کردم. بابا وایسا دیگه. بیا بده من مسخره زنه. بیا بده آقا. بیا بده بیا بابا. بیا آقا. نمانی. نمیدم. بیا پایین میدم. بیا پایین میدم. بیا پایین. رامتین بیا دیگه زدم. بیا داشتمت گرم. دستم میزنی بد نیست میرفت. ببین زن من بود اینجا چی میشد؟ نذاشتی من بیارمش. نذاشتی اومد چقدر قشنگه. شلم مبارکش. شما رو بیا بسر بابا یعنی اینجا فقط ما باید ضددار بخوریم. گوشیت پیشته؟ بذار فلش گوشیتو بزن. چرا؟ شما یعنی گوشی نداری اختراع نشده؟ نه من همراهم نیست رامتین. خب ببین میری تو حیاط دست چپ یه بار روشن کردی دیگه. آره فیوزو بزن سر تیز بپر ملوچ بیا. حل داشتم. برو ملوچ. چیزی نیست بچه‌ها اینجا ترس چنگای
برقا میره. میدونید که نه دیگه چه شما از کجا مهمونی میخواد شد بدونید؟ به خدا امروز. ای بابا من ضد حال همشون یا برق میره اینجا یا آهن قطع میشه اصلا چی وضعیه سیاه جان این حال دیگه حاقت نمیتونم اینجا بود دیاره همین آره همینجاست پیدات کرده همین یه چیزی چی؟ یه چیزی اون چی میگی؟ آه؟ درست صحبت کنم چی میگی؟ با یه چیزی اون بالا دیدم الان چیزی نیست بالا که صاف این آنی چی بالا؟ چی دیگه؟ هیچی نیست اوکی بریم تو رو بزن بریم بریم یه نه سیگار بتونی سیگار کشیم دست چی شد دو قرار داره سیگار من چی شد بابا ولش کن ولش کن الان فعلا حالا بده من جریان رو بگو جمعش کن بریم الان دیگه وقتش نیست همین اون تا بذار داره گفتم این الان چه وقتش سوالش نیست. زیاد کردی تبری تو همون بگو اونو جمعش کن بره الان وقتش نیست داداش چی شدی؟ بذار بعدن یه چی شده؟ چی شد؟ از 200 داری با تو ترس نداری که صدای اسپیکر هم یه جوری بود. بابا همین راست می بالام چی؟ بالا چی بود؟ نه هیچی نیست بعضی ما هر هیچی نیست بابا. صدای نه میندازم چی؟ ای بابا این هم دیوونه کردم ای بابا دوباره چی شد؟ چی شده دوباره؟ یه جیغ میزنی چی شده؟ والا من برق دوباره رفتیم بابا برق رفته دیگه بذار چرا قوه رو برق بچه‌ها شما آنتن دارین؟ ما هم تو یه دقیقه بیا اینجا من چرا قوه بو بردارم قشنگ نور بگیر قشنگ نور بگیر چی شد؟ خوبی همین؟ صدای چی بود؟ شما شنیدی بچه‌ها؟ صدای چی بود همین؟ هیچی نیستش بابا هیچی نیست بگو بیاید دیگه. بالا بهتون نشون بدم هیچی نیست بچه‌ها آروم بیاید بریم بالا بهتون نشون چیزی بدم. شده بگو دیگه زودتر اگه چیزی نه چیزی نیستش بیا بریم بالا هیچی نیست آقا بیاید بالا چه بشه بیاید موشه من بیاید نور دارم آروم بیاید کفشاتون رو بپوشید بالا هیچی نیست بابا بچه بیا اینجا بشین. بیا وایسی بیا اینجا بشین. بشین.
چی شده پس؟ پایین اونجوری میگی الان هیچی نمیگی به من. خوبی؟ باید حلش کنیم دیگه. خب اینو پاشو. خب پاشو. چی دیدی آخه تو یهو؟ چرا نمیگی خب چی شده؟ چی شده عارفه؟ سرانه بیهوش شده. چرا چی شد؟ باش خوبه؟ همین چی دیدی داداش؟ حالت خوبه؟ چقدر بد شده اینجا. امشب اصلا همه چی ریخته به هم. پاشید جمع کنید بریم بابا. پاشید بریم. باشین از این جای مسخره بزنیم بیرون. پاشو بریم دیگه بابا. بریم زودتر بریم بابا. میشه بودارم تیم کلیدات کجاست؟ همین بگو برم بیارم. یعنی چی نمیدونی کجاه ها؟ بچه ها فکر کنم میزنم باید چیکار کنیم؟ بابا تو یه قبل فوتش گفته بود هیچکی نباید نزدیک طبقه سوم بشه. حالا بیا تو اینو بگیر ببر تو برید در اتاقو ببندید. سعی کن چراغو برمش روشن کنید. من بالا تو یه جای حلش مراقب باش. بچه مراقب باش. برید داشت همین چیکار کنیم؟ داشت ببینیم میریم عروسک رو پیدا کنیم میذاریم سر جاش. مگه نمیبینی آخه لام هسته بهش دست میزنیم دوباره خودش ظاهر میشه. چیکار باید بکنیم؟ بذار بریم حالا فکر میکنیم حالش اینجوری که نمیشه که. بیا فقط نزدیک من باش. نزدیک من بیا. پاش داشت برو. بیا نزدیک من. آرو چه غلطی کنیم پس؟ بایستا بذار من بیرم بالا پشت سر من بیا. باشه من بنداز اونجا من بزنم سرش. خب باشه برو مواظب باش داشت برو همین در باز نشید در یاده بسته ببینم بابا کجا رفتی یا که دختر قشنگ بولت بگم اینم که تازه برات کردیم اینو خیلی دوست داشتم قشنگم